ادب خدمت شما دوستان و همراهان گرامی پیج و کانال RSP کالج. خب دیروز در مورد انتقال ترانسفر کردن برای شبکه تیا بود که انجام دادیم. قبل اینکه این اینسکریپشن ها خب بالا بیان خواهش میکنم ازتون اگه میخواد شرکت کنید، میگم اول یه ولت خالی استفاده کنید، نیاز نیست ولت اصلیتون باشه. بعدش هم این که توصیهم اینه که خواهشاً اگه میخواید شرکت کنید سریعتر فقط انجام بدید، چون ترافیک شبکه خیلی میره بالا و با این حد و حساب که نمیشه کاری کرد، اصلا نمیشه فرستاد. چون واقعا دیشب ما خیلی از بچه‌ها مشکل داشتن که میگفتن از صرافی هم حتی فرستادیم، متاسفانه هنوز نرسیده. اینستاگرام بود، من قبلا چک میکردم میرسید حدود دقیقه 2 دقیقه. مال چیه، ولی الان دیگه شبکه شلوغ میشه. خودتون هم میدونید استرس خیلی خوبیه برای شبکه‌ها، اینجوری تست میشن که کدوم شبکه وقتی که شلوغه میتونه کاربر رو ساپورت کنه یا اینکه شلوغی شبکه. خلاصه امنیت شبکه، همه چی در مورد شبکه اینجوری من به نظر من امتحان خیلی خوبی هستش براشون. خب حالا بریم ادامه کارمون رو انجام بدیم. با ولت کپرمون وصل میشیم. من یه روش دیگه هم بهتون میگم، اگه میخواید کاری انجام بدید و برید رو اینسکریپشن ها حالا مینت کنید، قطعا از این روشی که میگم اینم امتحان کنید، خیلی راحت تره برای RNG. خب از این روش که میخوایم ورود کنیم، شما اگه رو اتم، من قطعا رو اتم باز میگم بد نیست داشته باشید، رو اسمو هم که باشه هیچ مشکلی نداره، ولی رو اتم حالا راحت تره، میتونیم حرکتی بزنیم و سریعتر هم میرسه. خب من قبلا اینو فرستادم، حالا رو اسمو بخوام امتحان کنم، یه مقدار کم رو دارم میفرستم براش. شما سعی کنید به اندازه نیازتون در حد 4-5 دلار بفرستید حداقل و از این طریق ترانسفر کنید، بفرستید، نکست، تموم شد. کار خاصی هم نداره. دیروزم برای تیا گفته بودم از چه روشی استفاده کنیم. قسمت اسست اونجا ویدرا دپازیت میکردیم، بعد ویدرا برای شبکه. خب اینم از این دیگه تموم شد. قبل اینکه این کارم انجام بدید حتما یه کلیم بزنید که موجودی داشته باشید. حالا بازم میگم اگه کلیم کنه من این روشم برای شما امتحان میکنم، از قسمت چیز بفرستم، اتم بفرستم. آره از قسمت اتم خود بفرستیم به. خب این خیلی راحت تره، این مسیر خیلی راحت تره. سعی کنید کل فی رو مصرف برای فی رو شبکه ها داشته باشید. تمام شد. همین نکست رو بزنید تا میشینه رو کیف پولت. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. تا اون چه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد باشید دوستان عزیزم.